فبروری سال 2001 بامیان. آخرین روزهایی که سلسال و شمامه روی پای ایستادند. طالبان در این دره جنگ زده حاکمند و خبر ویران کردن احتمالی این آثار باستانی بی‌نظیر در هر سو طنین انداخته. او موږ داسې وایو که چیرې د بوتانو ته د اهل تشیع ورونه سجده کوي نو شریعت خو دا وایي چې دا ختم کړي او که چیرې دوی سجده نه ورته کوي تاریخي اثار دي د تاریخ دپاره پاتې نو دا موږ څه کوو پراته دي. اما مجسمه های بودا دیگر قرنها بود که زائر در این سرزمین نداشتند و کسی آنها را عبادت نمی‌کرد. در ماه جولای سال 1999 میلادی ملا عمر رهبر طالبان فرمان داد که مجسمه های بودا نه تنها ویران نمی‌شوند بلکه از آنها حفاظت می‌شود، زیرا جاذبه برای جهانگردان و منبع خوب درآمد برای افغانستان خواهند بود. اما این دیدگاه 2 سال بعد تغییر کرد. ملا عمر ظاهراً پس از فتوای شورای علمای آن زمان حکم تخریب بوداها را در اواخر فبروری سال 2001 صادر کرد. حقیقت دی چې په دې کې یو فتوا د علمای کرامو د خوا صادره شوې ده او په افغانستان کې د دې لپاره چې دا فتوا عملي کړای شي د افغانستان د اسلامي امارت د خوا څخه و 2 وزارتونو ته چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر او اطلاعات کلتور وزارت دی وظیفه ورکړه شوې ده چې د فتوا په عملي کېدو کې اجراءات وکړي او د علمای کرام فتوا عملي کړي. صدای اعتراض از گوشه‌های مختلف جهان بلند شد. از جمله اینجا اسلام آباد، پایتختی که در سیاستگذاری‌های طالبان نفوذ چشمگیر داشت. Well, they're unique. There's nothing like them anywhere in the world. جامعه دیپلماتیک نیز صدا بلند کرد. در این نشست خبری در اسلام آباد، سفیر یونان و رئیس اجتماع حفاظت از میراث‌های فرهنگی افغانستان با هشدار گفت ویرانی بودا طالبان را در انزوای جهانی قرار خواهد داد. If they keep on doing, I mean, they do whatever they said they will do, that will put them in a very tight corner against the international community. And I'm not speaking about the West only. There are other countries who are Buddhist countries like Sri Lanka, like India, like Thailand, like China. They wouldn't like to see their own Buddhas being destroyed. It's part of their culture too. اما اینجا در بامیان کار تخریب سلسال و شمامه آغاز شده بود و به سرعت ادامه داشت. پیشروی ما اینجا مابست طالبا بود، باز مردم قرارگاه خبردن اونجا بنده که رفتم که اونجا. مرزا حسین از کسانی است که میگوید تحت فشار و تهدید با دستان خود بودا را تخریب کرده. شادیانه و تانگا را آوردن، توسط تانگایی بود مثلا میزدن، باز بعد از مثلا چی را آوردن، توپای توربرد آوردن، باز توسط زمینات تا اینا زدن همی مغارا را، همی بوتا را. باز اینا تصمیم گرفتن که والله نمیشه ایره باید به یک طرز تخریب کنیم. باز اینا رفتن مواد بمایی که از تیاره میندازه، بمای کلان باز از این بما 20-21 دونه بم آوردیم. تخریب تندیس‌های بودا در آن زمان پروسه نسبتاً دشوار و زمانگیر بوده که در موارد به کار تخصصی نیاز داشته است. باز ما رو اینجا از رسپان با این میکرد از مغارا باز میوردیم، در فرق بود استاد میشدیم، باز وزیر برنامه میکردیم، در برنامه که پول خمری اینا طلب کردن. باز در روزی یک مثلا انفجار، 2 انفجار، تا تو روزی بوده که ما 3 انفجار هم داشتیم. و این بودی کلان به نام شامامه که مگه بازیر انجینرای تکنیکی آوردن از مثلا پاکستان بود، از عرب بود، از کجا بود. اینا باز اومدن اینجا توسط تکنیک، باز تکنیک انجینری یا پیش رفتن. سرانجام در موجی از دلهره و نگرانی در داخل افغانستان و در سراسر جهان آنچه همه از آن هراس داشتند اتفاق افتاد. بودا در میان خاک و خاکستر فرو ریخت.
20 سال بعد بامیان همان چهره را دارد، اما از سلسال و شمامه به جز داغ در دل این کوه چیزی بجا نمانده. آنچه بجا مانده خاطره هایی است در ذهن کسانی که این آثار بیمانند را از نزدیک دیده بودند. از جمله کیت کلارک که در آن زمان خبرنگار سرویس جهانی BBC بود. پس از گزارش‌دهی او و همکارانش از ویرانی بودا، کیت به دستور ملا عمر از افغانستان اخراج و دفتر BBC بسته شد. I had seen the Buddhas. I was quite lucky because it was very difficult to actually get to Bamiyan in those days. It was a garrison town. Most of the civilian population had been cleared out by the Taliban when they took Bamiyan. But we'd managed to get there on the road to Mazar-e-Sharif. Going from Kabul, we pulled off, and the Buddhas were extraordinary. نه برای افغانستان یک نمونه بود، برای جهان بودن. ما را در دست خود تخریب میکردیم و خیلی احساس ناراحتی هم داشتیم، ناامیدی هم داشتیم. حالی هم که ما میاییم از اون زمان تا زمان خود ما راه معظم پیش بوتاست میبینیم، همون صحنه‌ای که مثلا ما انفجار میدادیم یا صحنه‌ای که یک تا انوال ما قد مرمی زد که تو چرا مواد نمیبری و در پشت ما داد که ما بردم مثلا در یک سموچ انداختم. اون صحنه که یاد ما میاد که احساس یک ویرانه دیگه، یک احساس ناامیدی، یک ناراحتی میکنه. اما چرا طالبان چنین کردند و چرا ملا عمر که قبلا بر حفظ مجسمه های بودا تاکید کرده بود در اوایل 2001 دستور ویرانی آنان را صادر کرد؟ با وجود تقاضای مکرر رادیو آزادی، دفتر سیاسی طالبان در قطر از ارائه پاسخ به این پرسش ها خودداری کرد، اما مقام های پیشین طالبان به این پرسش پاسخ های متفاوت دادند. در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی در 6 ماه مارچ 2021 عبدالحنان همت، شخصی که در زمان طالبان رئیس آژانس باختر خبرگزاری دولتی افغانستان بود، گفت که مجسمه های بودا به درخواست شرعی علمای دینی ویران شدند. بودا نړول دغه وخت د یو شرعي محکمې حکم وو، د هغوی غوښتنه وه، د علماو غوښتنه وه، د شریعت غوښتنه وه. یو استثنایی حالت وو، یو استثنایی مورد وو. رئیس احکام مولوی قلم الدین در آن زمان وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر بود، وزارتی که همراه با وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت مسئولیت تخریب مجسمه های بودا به آن سپرده شده بود. طالبای جنگی که در بامیان بودند از احساسات ازوا این مسئله به میان آمده و اونجا گفته می شد ما در اون زمان در سعودی بودیم در مراسم حج که آمدیم، امیرم شنیدیم که یک تعداد طالبای کشمیری که اونجا بودن در صفای جنگ این کار از پیش از و پیش شد. نقش مسلمانان تندرو اهل جنوب آسیا در صفوف طالبان و در سیاستگذاری‌هایشان تا حد انکار ناپذیر بود. مسلمانانی که در شبه قاره هند به طور سنتی با بودایی‌ها خصومت داشتند. I thought it was because there was increasing influence from not only well, from basically non-Arabs who were fighting with the Taliban, so that included the Arabs of Al-Qaeda, but also included Pakistanis who, of course, they carry the baggage of the whole, you know, anti-Hindu culture, which South Asian, sort of radical South Asian Islamists have. و اما به باور شماری از آگاهان، ویرانی مجسمه های بودا توسط طالبان انگیزه دیگر هم داشت. رژیم طالبان به خاطر به رسمیت نشناختن حقوق اساسی زنان و تحمیل کردن عقاید شدیداً محافظه‌کارانه اسلامی بر مناطق تحت کنترلشان با تحریم‌های شدید جامعه جهانی روبرو بود. رسول باوری، استاد باستانشناسی در پهنزه علوم اجتماعی کابل، باور دارد که طالبان در یک اقدام پرخاشگرانه و انتقام جویانه و در پاسخ به مخالفت جدی جامعه جهانی مجسمه‌های بودا را ویران کردند. زیاد شمیر چیرونکي بیا په دې باور دي چې نه دا یو ډول عکس العمل و. خدای بخښلی مجده وایي چې طالبانو غوښتل چې د نړۍ هغه شمیر هیوادونو ته چې د دې سره
همکار نه دي هغوی ته یو عکس العمل وشي او دغه عکس العمل په نتیجه کې د دې سترو مجسمو د ورانولو پرېکړه وکړله. و اما پیکرهای شمامه و سلسال در عمر چیز نزدیک به 1600 سالهشان زخمهای مکرر دیدند. در ادوار مختلف به دلایل مختلف، اما نه به این حد که اثری از آنها باقی نماند. چنگیز زمانی که بامیان را تصرف کردن، عساکر ازیا برای اینکه توانمندی خود را آزمایش بکنن تیر و کمان خود را به پیشانی بودا می رساندن. اورنگزیب هم برای تخریب مجسمه های بودا اقداماتی کردن و پیشانی و روی سلسال را دو زمان قطع کردن و در زمان عبدالرحمن خان هم یک اقدام صورت گرفته بود برای تخریب، اما در وقت طالبا هم سلسال و هم شمامه از بین رفتن. دره واقع در مرکز افغانستان، بامیان قرنها پیش چهارراهی پیوند دهنده شرق و غرب پنداشته می شده. در مسیر راه تاریخی ابریشم، گذرگاه اموال تجارتی بین چین و شرق میانه، بامیان مرکز تقاطع فرهنگ‌های مختلف بوده است. سلسال مجسمه‌ای که 55 متر ارتفاع داشت و در قرن ششم میلادی اینجا در دل کوه در مرکز بامیان کندنکاری شده بود، بزرگترین مجسمه ایستاده بودا در جهان بود. اینجا در شهر بودا در چین کار بالای ساختن نسخه کوچکتر آن آغاز شد با هزینه حدود $600,000 امریکایی و استخدام بیش از 370 کارگر. 这个下面部分基本上我们是根据那个形大形往上把它焊接出来的，所以你要讲细部哈，某个地方肯定有不一定完全像，但是我们找到阿富汗那个时代的同样的幅像，把上面部分把它还原，所以应该说基本上是阿富汗的幅像，是个年代的幅像，应该这样讲。 اما کار بالای بازسازی بودای اصلی اینجا در بامیان به کجا رسیده؟ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید آنچه در 20 سال گذشته انجام داده جلوگیری از ویرانی بیشتر نشانه‌هایی است که از سلسال و شمامه به جا مانده. تحکیمات خود رواق و بقایای بودا، مجسمه بودا تحکیم شدند چون خسارات زیادی را متحمل شده بود، با خصوص خود رواق که کتله بزرگی از جدار خود جدا کرده بود. تحکیم شد، برمکاری شد و دوخت صورت گرفته اونجا. و همچنان در قسمت زینه هایی که به قسمت بالایی این مجسمه ها تنظیم شده بود، این زینه ها هم دوباره ترمیم شد. کار دیگه که صورت گرفت، مغاره هایی که نقاشی دیواری داشت توسط تیم ژاپنی ها، این نقاشی ها مرمت شدن، تحکیم کاری شد، از ریزش و فرسایش از اینا جلوگیری صورت گرفت. پیکر مجسمه های بودا در سالهای گذشته توسط یک پروژه تحت حمایت ژاپن این گونه نورپردازی شد، اما دولت افغانستان این کار را یک اقدام موقتی می‌داند و میگوید در دراز مدت خواهان بازسازی فیزیکی این مجسمه هاست. در قوانین بازسازی میراث‌های فرهنگی ما موارد داریم که اگر شما یک آبیده تاریخی را دوباره به بازسازیش اقدام میکنین، صورت سابقه از این را باید شما نگاه بکنین، مواد را نگاه بکنین و تمام ویژگی های هنری و تمدنی و تاریخی که داره شما باید این را نگهداری بکنین. با توجه به این ما فکر میکنم مهندسی دوباره ساختن این پیکره ها یک امر ناممکن نیست، اما نه آن گونه ای که در اول بوده. یعنی ما دوباره اون سلسال و شمامه اولی را به دست نخواهیم داشت، ولی می توانیم این خالیگاه را پر بکنیم. پرتو افکنی یا نور افکنی
یک طرح جاگزین هست. دوباره مرمت کردن و بازسازی بهتر از پرتو افکنی است. مجسمه های فرو ریخته بودا در همین حالت هم بخشی از میراث های تحت نظارت یونسکو یا اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحدند. ساختن دوباره سلسال و شمامه شاید تنها چهره باستانی این آثار را به بامیان برگرداند، نه ارزش تاریخی آنها را. اکنون ویرانه های مهمترین آثار تاریخی پیش از اسلام در افغانستان بخشی از تاریخ پرماجرای این کشور شده.